مافیای بنزین دنبال این جوان ایرانیه چون ماشینی ساخته که به جای استفاده از بنزین با آب کار میکنه. آقای جاسمی توی اهواز پژو 405 خودش رو آبسوز کرده، دیگه احتیاجی به بنزین نداره. علاءالدین میگه 4 یا 5 میلیون تومان میشه همه خودروها رو آبسوز کرد. جالب این مخترع میگه تانک ها و خودروهای آمریکا الان با آب کار میکنن، اما آمریکایی ها این رو نمیگن تا قیمت نفت تو دنیا بالا بمونه و مافیای نفت و بنزین همچنان پارو کنن. تو ایران هم از این اختراع علاءالدین هیچ حمایتی نشد. علاءالدین میگه توی 21 سالگی پنل سه‌بعدی ساختمون رو هم اختراع کرده، اما توی انگلیس طرحش رو دزدیدن، اما به نام خودشون ثبت کردن. تو ایران هم هیچ کسی ازش حمایت نکرده. واقعا باید قدر نخبه امور رو بدونید، به افتخارشون لایکو بزنید و بگید چرا خودروها آبسوز نمیشن. جالب ترین ویدیوها رو میتونید توی فکت بال دنبال کنید.